جناب آقای تاجیک سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. عرض کنم امروز روز 26 اردیبهشت ماه سال 1403 است و ما در روستای دهخیر خدمت جناب آقای رضا تاجیک از کشاورزان زحمتکش منطقه هستیم. قطعه کشت ذرتی که ملاحظه می‌فرمایید رقم 703 است و حالا از آقای تاجیک خواهش می‌کنم که در مورد تاریخ کشت و کلا خصوصیات این رقم توضیحاتی بفرمایید. خیلی متشکرم. به نام خدا. کشت ذرت 703 بهترین کشتیه که من تا حالا تو این چندین و چند سال انجام دادم، چه از ارقام خارجی چه از ارقام ایرانی که 704. این منطقه ما بیشتر 704 رو کشت میکنن، اما این 703 از همه لحاظ ورسش کمتره که برای این منطقه ما خیلی مهمه ورس، چون طوفان اینا زیاد میشه، خوابیدگی ذرت زیاده، ورس زیاد داریم. در برابر باد خیلی مقاوم تره. برای از لحاظ خشکیشم، خشکی محصول برای دامدارم خوبه نسبت به 704 اینا. درصد ماده خشکش بالاتره. بله بهتره. توناژش هم در حدود 70 تا 80 تن، شاید هم بالاتر. من همین زمینی که الان ملاحظه میکنی سال قبل 193 تن 2 هکتاره 20000 متر. 2 هکتار. بله 193 تن ذرت برداشتم. بهاره 96 تن در هکتار. بله ذرت بهاره. بله خیلی هم راضی هستیم ازش. بسیار عالی. الان پیش بینیتون چیه در مورد این امسال؟ فکر می‌کنید نسبت به سال گذشته بهتره یا اینکه مثل مشابه سال گذشته است؟ مشابه همون سال گذشته است. بله پارسال هم خوب بود. امسال بارندگی بهتر بوده. بله. چون که بهتر بود، این الان بعد از کشت آب اولو داره میخوره. بعد از 28 روز 1 ماه آب اولو خورده دیشب. انشالله که خدا بهتون برکت بده، موفق باشید. دست شما درد نکنه، بابت زحمت. قربونش. مرسی. متشکرم.